صاحب قدر بیمشون مادر برا زیارتت کجا بیاد. الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الهی به امید تو نه به امید خلقت که خودت فرمودی و من یتوکل علی الله فهو حسبه. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی و دوستان محترم. مناسبت ایام شهادت بیبی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را به یکایک شما شیفتگان و علاقمندان و دلباختگان به بیبی دو عالم حضرت زهرا تسلیت عرض می کنم و از خداوند منان می خواهم که به همه ما توفیق عنایت کند تا رهرو راستینی برای اون بیبی دو عالم باشیم و محبان اون حضرت تا ابد باقی بمانیم و از شفاعت اون حضرت در روز قیامت بهره مند گردیم. شایسته است که در این وقت یک حدیثی و جریانی که نشان دهنده سبک زندگی بیبی دو عالم حضرت زهراست رو خدمت شما بیان کنم. یک روایتی است که هم از امام رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا نقل شده و هم از امام جعفر صادق علیه السلام که ما از طریق امام جعفر صادق علیه السلام رو بیان میکنیم که با این مضمون و عبارت است: عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام. زراره یکی از اصحاب سر امام جعفر صادق علیه السلام هست که ایشون از امام صادق نقل می کند که یک داستانی رو به زراره بیان میکنه. امام میفرماید یوم من الایام، روزی از روزها، جاءت فاطمه الی رسول الله، آمدن بیبی دو عالم حضرت زهرا خدمت پیغمبر، تشکو الی رسول الله، شکایت کردن نسبت به برخی از مصائب و مشکلاتی که در واقع بر اثر زندگی اون روز نصیب بیبی دو عالم و خانواده آقا امیرالمؤمنین شدن. از مشقت‌ها و سختی‌های زندگی در خدمت پیغمبر گله کردند. بعض امرها، بعد فاعطاها کریسه، حضرت پیغمبر گرامی به اون یک کتابچه عنایت کردن. بعد فرمودن فاطمه جان تعلمی ما فیها فاذا فیها، هر چیزی که در این کتابچه است را بخوان و یاد بگیر و عمل کن. این بیاناتی که در کتابچه است 3 دستورالعمل هست که در واقع پیغمبر به حضرت زهرا یاد دادن که فاطمه جان این 3 دستورالعمل هم نشانه ایمان است. انسان مؤمن با این 3 ویژگی میتواند شناخته شود. دوم، نشانه راه و رسم زندگی است. اگر زندگی موفق میخواهی فاطمه جان، به این 3 اصل و این 3 دستور عمل کن. و سوم، راه آرامش انسانها در زندگی به واسطه رعایت کردن این 3 امر محقق می شود. این 3 امر چیست؟ اولین امر این است که در اون کریسه نوشته بود من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر، هر کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد فلا یؤذی جاره، همسایه خودش رو مورد اذیت و آزار قرار نمیدهد. پس یکی از ملاک‌های ایمان اینه که همسایه انسان از دست انسان آرامش داشته باشد. اگر انسانی همسایش از اون ناراحت باشه او ایمان نداره، مؤمن نیست. لذا یک وقتی امیرالمؤمنین با برخی از صحابی آمدند خدمت پیغمبر، یک فردی آمد خدمت پیغمبر در همون زمان شکایت کرد از همسایه خودش. بعد پیغمبر به امیرالمؤمنین خطاب کردن برید به مردم اهل مدینه بگویید که هر کس به همسایه خودش احترام نکند
لا ایمان له، ایمانی برای او نیست. این اولین دستور. دومین دستور من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر، هر کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد فلیکرم ضیفه، به مهمان خودش احترام میکنه، احترام مهمان خودش رو نگه میداره. و سوم من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلیقل خیرا او لیسکت، یا حرفی میزند که به درد دنیا و آخرتش بخورند یا سکوت میکند و حرفی نمیزند. از خداوند میخواهیم خدا به ما این سه موهبت و سه ویژگی رو عنایت کند. اولا همسایه خودمان رو مورد اذیت و آزار قرار ندهیم. ثانیاً اگر مهمانی بر خانه ما وارد شد نهایت احترام و اکرام رو داشته باشیم. و ثالثاً اگر حرفی زدیم حرف ما حرفی باشد که هم به درد دنیا بخورد هم به درد آخرت. صلوات محمدی ختم فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.